راجع به آخرین وضعیت نقل و انتقالات پرسپولیس می‌خوایم با هم صحبت کنیم. این تایم 22 روزه فیفا دی خیلی وقت خوبی بود برای اضافه شدن بازیکن که با سهل انگاری مدیرا از دست رفت. فارس امروز یه خبری زد مبنی بر اینکه هاشمیان بعد از اینکه 10-12 تا گزینه معرفی کرد و هیچ کدومشون جذب نشدن، اکثرا به دلیل دستمزد بالا، گفته که من دیگه به بازیکن نیاز ندارم و با همین بازیکن‌ها قراره حالا کار رو ادامه بدیم. ولی الان یه تلاشی داره میشه که رضا اسدی به عنوان بازیکن چند پسته در واقع تحمیل بشه به کادر فنی و جذب بشه و دید که نتیجه میده این تلاش دوستان یا نه. گزینه‌های پرسپولیس که حالا موجود بودن تو بازار نقل و انتقالات یکی یکی به تیم‌های دیگه رفتن، مثل اکامبی که به الفتح عربستان رفت یا وینسنت ابوبکر که احتمالاً به لیگ برزیل بره. خبری هم که راجع به بنجامین مندی زده شد مبنی بر اینکه توافق شده باهاش، دفاع چپ سابق منچستر سیتی، همش کذبه و با این بازیکن هم سر دستمزدش حالا چالش داره مدیریت و این خبر توافقی هم که این یکی دو روز اومده بیرون صرفا برای برداشتن فشار از تیم مدیریتی قبل بازی فولاد و اینکه حالا تو بازی فولاد اتفاقاتی نیفته، شعارایی داده نشه و خبری از توافق با بنجامین مندی نیست هنوز و احتمالاً باشگاه پرسپولیس جز اسدی بازیکن دیگه‌ای رو جذب نکنه تو این پنجره نقل و انتقالات. خسته نباشی و خدا قوت میگم واقعا بهتون، واقعا باریکالله.